نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. با تشکر از همه دوستانی که مطلب و عکس و فیلم برای پیک شادی فرستادن یا نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن و با معذرت بابت اینکه نمیرسیم به تک تک این دوستان عزیز در این فرصت محدود جواب بدیم، به تعدادی من اشاره میکنم. ممنون از دوستان عزیز پیک شادی شهاب و همینطور فرهاد نامی به خاطر مطالب بسیار جالبتون. ساسان حمیدی از رامسر پیامت رسید، خیلی ممنون، برات آرزوی موفقیت روزافزون داریم. رامین فهیم عکس این متفکر جوان رو فرستاده و گفته از چه سنی تفکر به طور جدی در برنامه‌اش گذاشته. صالح عزیز شعرهای طنزت مثل همیشه بسیار جالب بودن، دست درد نکنه. شکور غفوری افشاگری هایی که در مورد برنامه‌های تلویزیون دیکتاتوری همپیمان رژیم در سوریه فرستادی عالی بود، استفاده کردیم. امیر سعیدی با اشاره به خوشخدمتی‌های آیت الله BBC برای آخوندها نوشته BBC تا کی دست و پای آخوند میلیسی. دوست گرامی پاتریس ممنون بابت خبرها و همچنین متن بسیار جالب زندان بدون دیوار. شاهین یا شهین از مرند این عکس رو فرستاده و نوشته یک جمله تکان دهنده از خمینی دجال: مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد می کند. حسن از کرج ممنون بابت ایمیلت و خبری که دادی. دوست گرامی شیرین ممنون بابت مطالبی که فرستادید و همینطور سعید صالحی مطالب به دستمون رسید، دست درد نکنه. رضا از ارومیه نوشته که همونطوری که در کلماتی مثل موسی و عیسی حرف آخر رو ی می‌نویسیم ولی با صدای آ تلفظ می‌کنیم، کلماتی مثل ثروت ملی هم توی رژیم آخوندی به ثروت ملا تبدیل شدن. دوست گرامی منیژه از اتریش نوشتن که خلاصه مذاکرات استانبول رژیم با 5+1 این بود که توافق کردن 38 روز دیگه برن بغداد، اونجا توافق کنن که 50 روز بعدش کجا برن تصمیم بگیرن که 60 روز بعد از اون راجع به چه موضوعی در 70 روز بعدش بحث کنن.